آدم بودن با لباس نیست، آدم بودن با پولدار بودن نیست. خیلی ها پول دارن آدم نیستن، خیلی ها علم دارن آدم نیستن، خیلی ها اندام زیبا دارن ولی آدمیت فراموش کردن. خیلی ها خیلی چیزها دارن در دسترسشون اما انسانیت فراموش کردن. یک دشمن برای انسان شیطانه، دوم نفس در وجود انسان. با وجودی شیطان و نفس بازم انسان میبینیم مبارزه میکنه. انسان موجودی است که هم عقل داره، هم شعور داره، هم نفس، هر سه اینها رو داره. بسیار از مخلوقات دیگری رو نداره. به همون لحاظ است که اگر انسان با وجودی که اینها در وجود انسان هست و در ضمنش هم یک دشمن بزرگ به نام شیطان داره، بازم بتوانه انسانیتش حفظ بکنه، بتوانه کرامتش حفظ بکنه، بتوانه مبارزه بکنه، موفق بشه، به مقامی میرسد که حتی فرشتگان هم نمیرسه. سبحان الله. این انسان حتی از فرشتگان هم مقامش بالاتر میره. رسد آدمی به جایی که جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حدی است مقام آدمیت. تن آدمی شریف است و جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.